دوستان، خوش آمدین در یک از ویدیوهای دیگر من. ما امروز میریم دواخانه. پیش دوست من راه را براتونم هم نشان. دوستان ما هم روان هستیم طرف دواخانه. دوستان عزیز ما هم رسیدیم دواخانه. بریم سعی کنیم که دوست ما چی میکنه. مرتضی چطور هستی؟ خوبی؟ جان تجارت بخیر هستی؟ کیسه ہوئی؟ دیگه چی میکنی اینجا بیکار شیشه؟ کستمر نہیں آ رہا. دوستان عزیز امروز اینجا نل گرفتن، نل او خراب شده بود، گرفتن اینجا از لب سرک تا اینجا را گرفتن، کندن اینجا را گرفتن که ماشین تا چه وقت خود جور شوه جور کدره آساسا. انا دوستان عزیز ما پیش چند دقیقه پیش که براتون گفته بودم انا اساسا چیش تیار داره، آدم میگیره چی میکنه، سمت میکنه اینجا. این دوستان عزیز ما لالا مرتضی میریم دوا دادن در خانه یک از کستمر، میریم آنجا را ببینیم. ما دیگه دوستا حالا شب است دیگه، بریم همراه رحمان به بار اولی میره که ببینیم راههایش، میبینیم که تاریک است. چطور است راه ها؟ سیکو چی حالا دوستا؟ پر از اشغالی، کوچه های دهلی. هی کستمر خامه را کشش منامد چیه دوی؟ 450 های نه thank you. عزیز ما دوا دادیم، بعد میریم شیر گرفتن. شیر میگیریم باز از مادر جری، باز طرف دکان دوباره میریم. دوستان عزیز ما رفتیم شیر گرفتیم، حالا میریم به طرف دکان. دیگه بریم. خب دوستان عزیز ما لالا مرتضی از دکان رخصت شدیم، حالا میریم برای اولین بار جیم شامل میکنیم، ببینیم دوباره تایمینگ و پیسه‌اش گپ بزنیم. دوستان امروز به بار اول این میره در کلاب میره میشه وقت، اما در جیم امروز میره نو ثبت نام میکنه دیگه. بریم درباره همه چیزش، درباره دیتیلز کلش پرسان میگیریم که فیسش چنده و دیگه تایمینگ شد، چون در کلاب هم میره تایمینگ باید سیت کنیم، همراه وظیفه کلاب جیم کلش باید سیت شود دیگه. بریم پیاده میریم، ولی شب هم شده 9:30 شب است، بریم میشیم دیگه. دوستان عزیز این آمدیم سیتی فیتنس جیم است، بریم حالا چی میگه درباره پیسه و چیز گپ بزنیم تایمینگش. بریم داخل. آهنگم داغ است، به نظرم ریکورد نمیشه دیگه، باز ما کوشش میکنیم تا حد آخر را ببینیم دیگه. دوستان عزیز ما رفتیم گپ زدیم، آهنگ یا زیاد بود که چی بود، سرصدام زیاد بود، رفتیم گپ زدیم 12 ساعت گفت 1000 کردیم. تایمینگش هم از 6 بجه صبح تا 8 بجه صبح است دیگه، چون به خاطر که دوستایی از اینال مثلا 9 بجه 9:30 بجه ما رخصت میشیم، این باز در کلاب میره تا 12 بجه شب 11:30 بجه شب در کلاب است، چون باز رسته بگر مکمل در دواخانه است، کار است، چون دیگه وقت نداره. 6 بجه صبح تا 8 بجه صبح را جیم، بعد از باز بره نان بخوره، بعد 9:30 بجه باز در دواخانه بیایم. تایمش سیت شد دیگه، 1000 فیسش دیگه در جیم فلانی است، اونو سیتی فیتنس جیم دیگه. بریم سر صبح باز جناب علی هم شروع میکنه رالای ما دیگه. ما این ویدیو را ختم میکنم. امید که از ویدیو خوشتان آمده باشه، لایک و سابسکرایب یادتان نره دیگه. میبینیم در دیگه ویدیو دوستا، از این بعد جیم و کلاب کلش ویدیو میاد دیگه. ولاگز هم روز یکشنبه رخصت هستیم، یک جای میریم یک جای ویدیو چیزا میپرتیم دیگه. چینل ما مرتضی ناظری ولاگز و رحمان خانی ویدیو کلش میاد دیگه. بای بای، خداحافظ، شبتون بخیر.